با افتخار عید بین‌المللی نوروز و روز مادران در تالار مکتب مخصوص کودکان و نورسان ذخیره‌های المپیایی رقم 5 پایتخت مسابقه والیبال میان بانوان برای دریافت جام پایتخت آغاز گردید. در این معرکه عنعنوی ورزشی دسته‌های مرتب از وزارت و اداره‌ها و مؤسسه و کارخانه‌های حدود شهر دوشنبه با هم قوه آزمودند. این تدبیر ورزشی با تشبث و پشتیبانی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه راه‌اندازی گردید. در آن بیش از 25 دسته والیبال از حساب کارمندان وزارت و اداره‌ها و مؤسسه و تشکیلات‌های پایتخت با مقصد اشغال مقام‌های افتخاری شرکت دارند. در مراسم گشوده‌شوی مسابقه رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر نفران مسئول اشتراک و سخنرانی نمودند. هدف از برگزاری جام پایتخت اوید به والیبال میان بانوانро این پیش از همه در جلب جنس لطیف به تربیت جسمانی و به هم آوردن کارمندان کسب و کار گوناگون معنی داد کردند. مسابقه مذکور سال چهارم است که برگزار گردیده ایستاده است که سال 2017 در مسابقه بیش از 17 دسته بانوانی وزارت اداره‌ها، کمیته و مؤسسه‌ها، سال 2018 19 دسته و سال 2019 بیش از 23 دسته شرکت ورزیدند و این سال باشد با دستگیری بی‌واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم معلی در مسابقه مذکور بیش از 25 دسته شرکت ورزیده ایستاده است. تشکیل مسابقه والیبال بازی برای دریافت جام پایتخت میان بانوان در آستانه تجلیل جشنواره روز مادران و نوروز جهانی صورت گرفته باشد هم مقصد دیگر از این تدبیر از اتاق‌های کاری و تالارهای ورزشی هدایت نمودن کارمندان کسب و کار گوناگون و ویژه بانوان و دختران به شمار می‌رود. مهم غالبیت نیست، مهم اشتراک ما در چنین مسابقه ها است که ما می توانیم طرز حیات سالم را در میان بانوان وزارت اداره ها به راه مانیم. رقابت ها در شکل و شیوه دوری عملی شده. 4 تیم والیبال بهترین مبارزه را برای کسب مقام های افتخاری ادامه می دهند. سال گذشته دسته والیبال بانوان دیناموی وزارت کارهای داخلی برنده جام مسابقه مذکور گردیده بودند و دیناموچیان امسال نیز مقصد دارند که عنوان قهرمانی خود را دوباره حمایت کنند. ما دسته بانوان وزارت کارهای داخلی سال چهارم است که در این مسابقه فعالانه اشتراک می‌نماییم و سال گذشته ما جای اول را سزاوار شدیم و ما مینداری خود را بر رهبریت حکومت شهر و وزیر کارهای داخلی میرسانیم که در این چنین مسابقه ها ما را دستگیری مینماید و ما فعالانه اشتراک مینماییم و کوشش مینماییم که سال 2020 در این مسابقه فعالانه اشتراک نموده جای اول را اشغال مینماییم. در برگزاری این چهاربینی ورزشی که سطح و صفت بلندی در خود زمان استقلالیت میان بانوان بار چهارم است که گذرانده می شود، مؤسسه دولتی ریاست مکتب‌ها و انشاءات ورزشی شهر دوشنبه نقش کلان دارد. مسئولین ساحه نقشه دارند که مسابقه مذکور را به تدبیر عنعنوی هم‌مسئولیت تبدیل دهند، چرا که این مسابقه به ذات خود یگانه چهاربینی به شمار می رود که شماره زیادی بانوان را جلب والیبال بازی کرده می تواند.